میکنه سلام علیکم شمسی خانم عذرا اومدن. امشب درباره مهاجرت صحبت کنیم. شمسی خانم عذرا خوب یه بیا خودت ندی؟ فکر کنم که الان چقدر میچسبه ماشین برداری بری بیرون. آنیتا ما رو پیچون نمیخواد بیا بده. ولی خب بذار اولین سوال از آنیتا بپرسیم که اصلا اولین و آخرین سوال بشه. چی شد که اینجوری شد؟ چی شد که الان اینجایی؟ اصلا ماجرا چی بود؟ از کجا شروع شد؟ به کجا ختم شد؟ اصلا فکر میکردی که قراره به همچین جایی برسی؟ یعنی همچین پلنی داشتی تو زندگی که الان به موقعیت الانش برسی؟ یا نه همین یهویی الکی هرچی پیش بیاد خوشایند و این حرفا و اینا؟ اول اینکه خیلی خوشحالم که اینجام. بزن از خشنگه رو. خیلی 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 خوشحالم که اینجام. من سال 2017 اومدم اینجا، ولی خب الان که فکرشو میکنم میگم ای کاش زودتر اومده بودم. و اومدنم اصلا به خواسته خودم نبود، یعنی اصلا تو ذهن من نمی گنجید که بخوام از ایران بیام بیرون. و اصلا چرا باید میومدم بیرون؟ چون رفاه کامل رو داشتم. میگم اصلا 1% هم من دلیل واسه بیرون اومدن از ایران نمیدیدم. ببین تو سال میگی 2017 اومده، تو اون دوران اصلا تو چه فکری بودی؟ چه رویاهایی داشتی؟ یعنی چه خوابایی واسه خودت دیده بودی؟ من پشت کنکوری بودم اون تایم و رشته‌ای که می‌خواستم رو نیاوردم، یعنی چند بار شرکت کردم ولی خب رشته دندون پزشکی می‌خواستم. جون بابا. که واقعا کار آسونی نبود و واسه اولین بار اگه اشتباه نکنم سال 2015 مسافرتی اومدیم استانبول و همراه خانواده و موقعی که برگشتیم نمیدونم چند ماه یا 1 سال بود چقدر بود چه گذشت، خواهرم خیلی اصرار داشت که بیایم استانبول و اصلا نمیدونم دوست دارم مثلا این مصاحبه‌ام یه دور از دهن اون گفته بشه. حتما اگه آیدا اومد و ما بی صبرانه منتظر اومدنشیم، من حتما خفتش میکنم یه گوشه یا واسه یه شب پیاده روی خفتش میکنم و حتما یه مصاحبه هم با آیدا تو این زمینه داریم با همین موضوع، چون شاید جالب باشه که بدونیم آیدا اون یکی قول آنیتاست. و آنیتا تو بزرگتری درسته؟ آره یه 2 دقیقه. آنیتا 2 دقیقه بزرگتره. ما الان آنیتا رو کنار خودمون داریم، ایشالا به زودی زود آیدا هم بیاد و آیدا هم داشته باشیم تو جمعمون. خب پس آیدا اومدین اینجا مسافرتی. آیدا بیشتر مشوق بود از چه راهی هم برای تحصیل؟ اصلا کلا تو داستان ترکیه آیدا کلا مشوق بودن که آیدا مثلا درصدی مشوق باشه کلا. یعنی خب مامان و بابام از سن کم ما کلا دوست داشتن که ما خارج از ایران باشیم، نه ترکیه خب یا اروپا، انگلیس، آلمان، این بر اون بر. ولی خب میگم با اومدن مثلا اولین بار به ترکیه به عنوان توریست خب حتما اونقدر تاثیر خوبی داشته که خب خواهرم اینقدر پافشاری میکرد که ما کلا نقل مکان کنیم بیایم اینجا. میگم الان اتفاقا تو ذهنم بود که یه بار که دیدمش یعنی ازش بپرسم که چرا اصلا چی شد که فکر کردی یه کشور دیگه میتونه بهتر از کشور خودت باشه، اصلا یعنی این کمبود رو اول از کجا دیدی تو کشور خودت؟ واسم خیلی جالب الان که بهش فکر میکنم. بعد برگشتیم ایران همینطور که واسه کنکور میخوندیم. خب خواهرم خیلی اصرار کرد، شروع کرد تو ایران خودخواند زبان ترکی خوندن و چند تا از استاد جزوه گرفتن و خیلی علاقه به زبان ترکی داشت و خودش شروع کرد با یکی از شرکت‌های اینجا حالا مکاتبه کردن و اطلاعات گرفتن و جوری که تمام لیست رو در آورده بود که اونجا مثلا بخوایم بریم اینقدر هزینه فلان میشه، اینقدر هزینه فلان میشه و اینو به مامانم گفت و دیگه همینجوری خب رو مادرم تاثیر گذاشت و مامانم البته خودش بعدش نمیاد ولی خب پدرم کاملا مخالف بود. تو همین واسه هیچ نقشی نداشت؟ نه من تازه میگفتم نمیام. آره من میگفتم نمیام، من
میخوام بمونم ایران، میخوام بمونم چه مامان بزرگ، میخوام بمونم کرج و شما برین آقا شما چیکار من دارید؟ من اینجا پس روابط احساسی تو بیشتر بوده فکر کنم، وابستگی بیشتری داشتی. ببین وابستگی بیشتری داشتم ولی نیومدنم به استانبول به خاطر وابستگی احساسی نبود. چی بود؟ دلیل نمیدیدم که بخوام از کشور خارج شم. میگفتم بمونم ایران و خب من که میخوام بمونم ایران، خب مامان و خواهرم که نیستن، خب من میمونم پیش مادر بزرگم که دیگه مامانم آنتا نمیشه و بعد پشیمون میشی. خیلی میگفت پشیمون میشی، یعنی شاید اگه خیلی اصرار میکردم و اینا 1% اجازه میدادن که من پیش مادر بزرگم بمونم، مخصوصا که خالم تازه ازدواج کرده بود و مادر بزرگم تنها بود. یعنی دوست داشت نواشم شش باشه، ولی خب خیلی به من گفتش که آنیتا پشیمون میشی، بعد اصلا قابل مقایسه نیست. خب از خیلی جهات آزادتر و اینجور داستانا که دیگه اومدیم و بالاخره اومدین. و بعدش چی شد؟ آیدا با همون شرکتی که صحبت کرده بود، یعنی با همون کاراتون رو پیش بردین یا نه خودتون اومدین؟ با همون اولش رو با همون پیش بردیم و بعدش از آدمای مختلف واسه کارهای مختلف کمک خواستیم. دانشگاه جریانش چی بود؟ دانشگاه رو چیکار کردین؟ دانشگاه که خیلی بحث طولانیه. یه خلاصه تو دانشگاه من دانشگاه بیکن ثبت نام کردم، پروتز دندون. خواهرم استینی پارک پزشکی. بعد من که 2 ترم کامل خوندم، خواهرم تقریبا 1 ترمش رو تمام کرد. توی دومین ترم بود که خب هزینه ها به شدت بالا بود، یعنی کسایی که استانبول هستن میدونن، مخصوصا استینیه اونم پزشکی چقدر گرونه. یعنی تقریبا میشه گفت سال 2017 سالانه $18,000 هزینه دانشگاه بود که دیگه این هزینه از ایران میومد، درسته؟ آره از ایران. بعد دیگه همین مجبور شدیم استوپش کنیم و که دیگه من مشغول کاری دیگه شدم و آیدام به دلیلی برگشت ایران. خب وقتی که دانشگاه استوب شد بازم مثلا هدف این بود که بمونی اینجا و داشتی واسه اون تلاش میکردی، یا فقط اینجوری بوده که حالا شرایط مناسب باشه با دوباره قیمتا اوکی بشه، از مثلا ارز اوکی بشه و تو بتونی دانشگاه تو ادامه بدی؟ کدوم؟ نه من اصلا از استوب شدن دانشگاه ناراحت نبودم ولی بعدم هم نمیومد که هزینه هاشو اوکی بشه و بتونم برم، چون بیشترشو رفته بودم، 1 سالش مونده بود و میگم اصلا هیچ فرقی نداشت، چون هم کار کردن دوست داشتم. البته هیچ دیدی هم راجع به کار کردن نداشتم و خیلی اتفاقی من وارد کار شدم، چون اصلا ایران شاغل نبودم. بعد یعنی اصلا تایم نداشتم که شاغل باشم، اصلا کم 20 سالم بود که اومدم، تولد فکر کنم 20 سالگی مثلا اینجا بودم. واسه همین تو داستان کار کردنم خیلی یهویی شد. داستان کار کردنت هم میگی مثلا خود چی شد؟ و اینکه جواب ندادی، اینکه وقتی که اوضاع ارز اونجوری شد و حالا دیدی شرایط نیست که بتونی درستو ادامه بدی، خواسته خودت بود که اینجا بمونی و کار کنی، یا اینکه نه اینجوری بود که حالا یه کار کنم ببینم چی میشه، شرایط مثلا بسنجی؟ خواسته خب خانواده وقتی اینجا بود منم اینجا بودم، یعنی اون دوران هنوز به این باور نرسیده بودم که اینجا خیلی بهتر از ایران از خیلی جهت که بخوام واسش بجنگم. نه خب دوست داشتم ولی خب فعلا سوسو بودم، یعنی اصلا بهش فکر نمی‌کردم، چون میدونستم خب مامانم هست، من به واسطه مامان هستم و آیدا هست و هستیم، ما اصلا به رفتن فکر نمی‌کردم اصلا. واسه کارم نه نیازی اصلا به کار کردن نداشتم، حتی میخواستم برم سر کار یعنی به هم میگفتن که هزینه‌ای که داره تامین میشه واسه چی میخوای بری و اینا. نمیدونم چرا فکر میکنم جو ترکیه رو که دیدم کم سنا دارن کار میکنن یکم بیشتر روم تاثیر گذاشت، هیچ دلیل دیگه واسه شروعش نداشتم. کار کردن از کجا شروع کردی واسه اولین بار؟ چجوری دنبال کار گشتی؟ پیشنهاد داشتی؟ اصلا زبان ترکی تو موقع در چه حد بود؟ زبان ترکی در حد قشنگ راه انداختن کار بود و اینکه اولین کار رو یه شرکت ایرانی بود که اصلا هم ازش راضی نبودیم، در آخر توی آبجیلار بود اگه اشتباه نکنم. اون شرکت کلن کارش
پیدا کردن کار بود، نمیدونم بهش چی میگن، کاریابی بود، شرکت کاریابی بود اگه اشتباه نکنم. آره. بعد دیگه هیچی باهاش صحبت کردیم، گفتش که فلان جا بویکچکمجه چیزه واسه یه پک و بسته بندی نیرو میخواد و خیلی هم مثلا حقوق خوبی میده و این داستانا، بعد مثلا ناهار رو میده و اینا، چنین مزایایی داره. گفتم بریم امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. که رفتیم و واسه شرکت دیفکتو بود. اونجا فکر کنم یه ماه و نیم کار کردی، اصلا راضی نبودیم، مخصوصا که اولین کارم بود، اصلا نه قانونی میدونستم نه هیچی. ولی خب توی فضای بسته خب داری کار روتینی انجام میدی، خیلی کسل کننده بود که دیگه اومدیم بیرون. و اینکه داری جملات تو جمع ببندی خودت، یعنی تنها نبودی، با آیدا بودی؟ آیدا بودیم. آره من آیدا بودیم که اونجا با 2 خواهر دیگه هم آشنا شدیم که دوستیمون تا یه جایی قشنگ پیش رفت. خب بعد از اون، یعنی این که میگی با قانون کار آشنا نبودی، از چه لحاظ؟ ساعت رفت و آمدت بود، غذا بود، هزینهش مثلا نمیخورد به اون حجم کار؟ از چه لحاظ با قانون آشنا نبودی؟ حالا مشکل ساز شد. ساعت کاری نمیدونستم چند ساعته، بعد یعنی ساعت استانداردی بود، اگه اشتباه نکنم همون 8 ساعت بود. ولی خب چون اولین کارم بود، فکر کن کسی که اصلا کار نکرده بعد یهو بیاد 8 ساعت سر پا وایسه، واسمون سنگین بود. اولین حقوقت هم گرفتی اونجا؟ آره. چی کار کردی با اولین حقوقت؟ حست چی بود؟ ببین دقیقا یادم نیست با اولین حقوقم چی کار کردم، ولی خب کردیت کارت داشتم فکر کنم اون تایم مثل زراعت بانکو، و که از اون برداشت میکردم و جایگزین میکردم و که بعدا رفتم یه لپتاپ هم برداشتم. خب بعد دنبال کار گشتی خودت یا باز رفتی اون شرکت کاریابیه؟ نه اون شرکت کاریابی دیگه نرفتم، میگم چون خیلی ازش ناراضی بودم. حتی از اینجام ما حقوقمون رو کامل نتونستیم بگیریم. بعد رفتیم، من رفتم، داییم که اومده بود اینجا دنبال خونه که میگشت، اونجا به واسطه خود دقیقا یه نفر گفتش که این رستوران چیز میخواد، گارسون میخواد. بعد من با همون دوستم که توی کارگاه آشنا شده بودیم واسه بسته بندی، اسمش هم سبا بود، با هم دیگه در میون گذاشتیم و با هم دیگه پا شدیم رفتیم. یادش بخیر، الان که یادم میفته خیلی ذوق میکنم. رفتیم اونجا و تقریبا میشه گفت اونجا یه ماه و نیم بیشتر نتونستم کار کنم چون دانشگاه شروع شد. اون تایم دانشگاه شروع شد و اونجا محیطش چجوری بود؟ اونجا هم راضی بودی؟ اونجا عالی بود، با آدمای خیلی خوبی آشنا شدم که هنوز باشون در ارتباطم. آره اونجا با آدمای میان خیلی خوبی آشنا شدم، اونجوری که بعد از یه ماه و نیم که اومدن خواستم بیام بیرون، موقع خدافظی بهم میگفتن که آنی تا اصلا انگار که تو 1 ماه و نیم داری اینجا کار میکنی، انگار چند ساله تو داری اینجا کار میکنی. و بچه‌های خیلی خفنی که الان توی شبکه‌های تلویزیون ترکیه کار میکنن، همکار بودم باشون، فوق‌العاده بود، تجربه فوق‌العاده عالی بود. خیلی به خاصه خودم نیومدم بیرون، مجبور شدم بخاطر دانشگاه بیام. اونجا حقوقش تو راضی بودی؟ آره خوب بود. اونجا با اولین حقوق چیکار کردی؟ نه یعنی با اولیش که نمیشه گفت، دوم حقوقت الان حقوقی گرفتی چیکار کردی؟ نه یادم نمیاد. چقدر بی‌ذوقی تو. نه آخه خیلی خرجا متفرقه میرفتم، لباس می‌خریدم، نمیدونم. اینو من تایید میکنم. آره خودمون خرج می‌کردم، چیز نمی‌موند. یه وله گوش کنیم بریم بیایم. بعد از رستوران رفتی کارتو شروع کرد، یعنی ببخشید بعد از اینکه کار تو رستوران تموم شد رفتی واسه ثبت نام دانشگاه؟ آره رفتم دانشگاه و دیگه تو طول دانشگاه اصلا کار نکردم، ولی خب بیشتر تایمم بعد از دانشگاه تو استارباکس میگذشت، یعنی همون درس‌ها و جزء دانشگاه میرفتم اونجا میخوندم، میرفتم خونه.
که توی همون استارباکس هم با کلی آدمای خوب آشنا شدم. وای اینجا داستان من خیلی دوست دارم. خدا نه اینجا داستان خیلی خوبه. یعنی قشنگ داریم به اون اوج هیجان انگیز داستان نزدیک میشیم و من مشتاقانه منتظرم که فکر کنم برای بار 1000 این داستان از دهن آنیتا بشنوم. آنیتا والا از کجا باید شروع کنم؟ به نام خدا. اون تایم آره من استارباکس خیلی میرفتم اونجا، دوستای خیلی زیادی داشتیم که اونا به خاطر کارشون میمدن اونجا کارشون انجام میدادن و حالا من میرفتم بهشون میپیوستم که یه زن و شوهری اونجا بودن، اسمشون هم میگم، مریم مسعود، یکی از دوستان خیلی 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 عزیز من. از همینجا سلام میکنیم به مریم مسعود. سلام. بله و میخوام بگم که هر اتفاق خوب کاری و غیر کاری که بعد از آشنایی با مسعود جان افتاد به واسطه معرفی ایشون، یعنی من این همه حس خوب و واقعا مدیون مسعود جان میدونم و نمیدونم چجوری باید جبرانش کنم. واقعا نمیدونم چجوری جبرانش کنم. خب توضیح بده حالا بعد از کلی تشکر از مسعود جان عزیز. سانتی جان برو سر اصل کنم یه روزی از اون روز خب من خیلی تایم میذاشتیم من و مریم و مسعود، مخصوصا خب مریم چون مسعود جان بیشتر مشغول کار بودن، ولی خب من و مریم خیلی با هم دیگه تایم میذاشتیم. حالا خونهشون میرفتم تو استارباکس، کلا خانوادگی با هم دیگه در ارتباط بودیم، خیلی با هم دیگه صحبت میکردیم و اینا. متوجه شده بودن که خب من دیگه دانشگاهم تموم شد و اصلا اون موقع تموم نشد، فکر کنم مثلا 2 هفته یا 3 هفته آخرش بود که تموم شه. یعنی تو ماجرای قبل از امتحانات؟ آره تو داستان امتحان بودم. بعد که حالا باشون در میون گذاشته بودم که من دوباره کار میگردم. یه دقیقه یه پرانتز هم وسط باز کنیم. اینی که داری میگی میرفتی دانشگاه، یعنی تقریبا میشه گفت ترم آخری بود که دانشگاه درس خوندی، یعنی ترم 2 درس سال اول. آره ترم 2 سال اول که بعد از این ماجرا که حالا وارد محیط کار شدی برای بار سوم ارز تغییر پیدا کرد و دیگه نتونستی. آره استوب. بعد باشون در میون گذاشته بودم که آره من دوباره کار میگردم و خیلی خوشحالم که اون موقع دهنم باز شد به حرف زدن و اصلا این قضیه رو گفتم که اتفاقای بعدش بخواد رخ بده. البته من بازم اینجا یه پرانتز دیگه باز کنم، این که آنیتا میگه من خیلی خوشحال شدم دهنم باز شد، چون اصلا کاراکتریه که هیچ حرفی نمیزنه. یعنی از این آدم که از دیوار صدا در میاد از آنیتا صدا در نمیاد. نه اونجوری هم نیست، ولی بیشتر از شنونده هم تا اینکه صحبت کنم. یس آره بعد آره بهشون گفته بودم که من دنبال کار میگردم که یه روز مسعود جان به من پیام داد، گفت آنیتا یه نفر هست اینجا که دنبال مترجم میگرده و میتونی مثلا باش صحبت کنی، ببینی مثلا میتونی با هم دیگه خب کنار بیاین کار کنین و اینه. مترجم میشه زبانی؟ یعنی ترکی استانبولی. خب اوکی عزیزم ترکی استانبولی، فارسی ترکی استانبولی، ترکی استانبولی فارسی. بعد و اینکه بعد همین جوری مونده بود، یعنی من همین الانم که زبان ترکی خیلی خوبه بازم خب خودمو خوب مترجم نمیدونه. آره بعد دیگه اون موقع که بهم گفت فکر کن چند سال پیش 5 سال پیش موقعی که بهم گفت پیش خودم گفتم وای با چه اعتماد برفته. او همیشه مسعود همیشه به من ایمان داشت، همیشه تو میتونی تو فلانی. خیر فقط مسعود نیست، ما هم به تو ایمان داریم. آره برگشت من گفتش که داستان اینه و من پیش خودم گفتم آخه چی تو من دیده واقعا که فکر کرده من میتونم برم مترجم بشم. مخصوصا که ازش پرسیدم تو چه زمینه‌ای من قراره ترجمه بکنم، گفتش طرف کارش آیتیه، کارش با کامپیوتر. گفتم یا اول فصل با کلمات تخصصیه. گفت حالا بابا بیا صحبت کن. گفتم باش چرا که نه. بله Let's do this.
که پیام دادم به اون شخص مورد نظر و گفتم که آقای ایکس میتونیم اسمش بذاریم آقای ایکس. بعد میتونن دوستان کوفت آفرین مرسی بعد دوستان میتونن ایکس رو توی فرمول حل کنم و من به دست بیارم. آره من ایکس رو پیدا کنم. خب آقا ایکس بله پیام دادم و گفتم از طرف آقا مسعود تماس میگیرم، یه پیام میدم بابت فلان کار، هر وقت حالا اوکی باشین میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم خوب میشه. که خیلی کتابی نوشتن که بله حتما. خب یه روز که مساعد بودیم مثلا پیام میدم همین میکنیم میبینیم همون که از اونجایی که من همیشه استارباکس بودم البته همیشه مساعده، در حالی که با دوستام گپ میزدیم تو استارباکس. یعنی یه روز استایلت هم میخوای بگی استایل روز مصاحبه دوستان یاد بگیریم، نکته برداری کنین از من قلمو بده. من نمیدونستم روز مصاحبه خب منم مسخره میکنم. خب استایل یه شورتک کوتاه مشکی با یه تاپ جون شماره کفش چند بود انیتا؟ کفش مشکی لژار بالنسیاگا مد شده بود. جلو شماره پاتو میزد شماره پا هم داد. آره بعد با یه تاپ بند از این نخیا نازوکا. او یس اصلا یه بعضی من نگم خداشی میرسی پیاده روی کنار ساحل یا مصاحبه؟ نه من میگم خبر نداشتم مصاحبه است. من رفتم همونجور در حالی که نشسته بودم پیام اومد که من استارباکسم و شما مثلا میتونیم بیان که منم استارباکسم که مثلا گفتم کجایی؟ گفتم داخل. ایشون بیرون نشسته بود که دیگه او شت. آره رفتیم و اولین مصاحبه کاری هم اونجا انجام شد دیگه. فکر کنم واسه امروز بسته. خیلی از اون حرف کشید انیتا بابا سوال اصلی مونده هنوز. آیا ببین تو اومدی اصلا اولی که نمیخواستی بیای ترکیه، بعد اومدی ترکیه، بعد رفتی تو بازار کارایی که فقط رفتی و حالا هیچ انگیزه‌ای نبوده، هیچ چیزی نبوده، آره هیچ هدفی نداشتی. از اون طرفم خانواده میگفته تو که تامینی چرا میری؟ بعد یه هویی وارد یه بازار کاری شده که اصلا میگفتی این چیه؟ آیتی چیه؟ آیتی با کدوم تیم نوشته میشه؟ در صورتی که اصلا مترجم آیتی قرار نبود من بشم. یعنی اوکی آقای ایکس کارش آیتی و کامپیوتر بود ولی منو به خاطر اون کار نمیخواست، منو به خاطر ارتباطات با حالا ترکا میخواستم. خب و مهمترین سوال اینه که آقا یه آدمی که نمیخواسته بیا ترکیه و الان تو همچین جایگاهیه، میدونی؟ میخوایم به این برسیم. من اون موقع از لحاظ خودم جایگاه خاصی نداشتم. خب اوکی بعدها و الان آره خیلی الان 5 سال ازش گذشته. آره از آقای ایکس و مصاحبه کاری. میگم اول یعنی الان صحبتمون من گفتم و خیلی خوشحالم که الان اینجا، منظورم از اینجا استانبول نیست، تو این شرایط، تو این موقعیت، تو این لوکیشن، تو این حال و هوا، میدونی؟ یعنی کنار من، کنار تو. آفرین مشخص بود چاقو زیر گلوم بود. خیلی بیادبه، خیلی به خدا. یعنی الان تنها دغدغه من، یعنی فکر و ذکر من با اینکه نشون نمیدم اصلا، ولی دروغ میگه خانوادمه. خب اونم دغدغه منظورم که ببین یه تیکشو کات میکنم اسپشیال واسه مامانت میفرستم. ببین منظورم از دغدغه اینه که یعنی دوست دارم هر جا که هستن خوشحال باشن و تنشون سالم باشه. یعنی اگه واقعا این اتفاق بیفته که خدا رو شکر الان هستن، ولی این اتفاق بیفته که همین جوری ادامه پیدا کنه و اونا هم خب به خواستشون برسن، من واقعا دیگه بقیه چیزا رو از توانایی خودم میخوام، از خدا نمیخوام. چون تا همین جاشم هم خودم خیلی تلاش کردم، هم من به خوب شانس هم اعتقاد دارم، هم شانس حس میکنم کمکم کرده. یعنی میتونم بگم از فرصتام تا جایی که تونستم استفاده کردم، ولی خب خیلی جاهام سوتی دادم و خیلی جاهام میتونستم بیشتر استفاده کنم و نکردم.
ولی از شرایطم تا حدودی راضیم. از یه بعدش بیش زیاده خواهیه منه. آنیتا حالا یه سوال، ببین اگه آنیتای امروز خب میتونست برگرده به سال 2017 خب و میتونست فقط یه کلمه یا یه جمله به اون آنیتای سال 2017 که نمیخواسته بیاد استانبول بگی، چی بوده به نظر؟ سوال سختیه. یعنی انگار یه نفر مثلا آنیتای 17 ساله بیا 20 ساله یا 19 ساله جلومه. آره. بخوام بهش بگم فقط بگو یه جمله. آنیتا 19 ساله نمیخواد بیاد استانبول و تو میگم که فرصت ممکنه فقط یک بار در خونتو بزنه، یعنی حالا شانس هم نه، فرصت فقط یک بار. و من واقعا به این جمله خیلی اعتقاد دارم و چند روز پیشم یک کارفرمام اینو گفت، اصلا تلنگر خیلی خیلی اصلا دقیقاً انگار پست شد رو سر من که آنیتا خب خیلی حواستو باز بیشتر جمع کن، فکر نکن که الان به اینجا رسیدی کافیه. و واقعا خیلی از فرصت ها فقط یک بار جلو در خونه آدم، یعنی در خونه آدم میزن. و یعنی امیدوارم که آنیتا 19 ساله اینو بفهمه، ولی مطمئنم که اگه اون موقع یکی بهم این حرفو میزد نمیفهمیدم. به عنوان جمله آخر، کلام آخر، خیلی خوشحالم که مسعود اون روز اون شخص رو معرفی کرد. خیلی خوب بود. همین دیگه، همین با یه تاک دیگه و با یه مصاحبه دیگه حتما با آنیتا، چون که در حال حاضر فعلا تاک همون با آنیتا رو خفتش کردیم فقط واسه تاک. نگران نباشین من اینجا. آره این موتوری هم وحشی بودن، چقدر وحشی. خب پس تا یه تاک دیگه، خدافظ بچه‌ها.